خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قراره که تو DNS گیمینگ یا VPN گیمینگ برای موبایل براتون معرفی کنم و یه دونم برای ویندوز. اگه DNS گیمینگ نداری لازم داری تا آخر ویدیو با هم همراه باش، حمایت هم یادت نره. بدو بریم. DNS یا فیلترشکن گیمینگ اولی که میخوام براتون معرفی کنم گیم DNS که میتونید برای دانلودش هم به داخل مارکت سرچ بکنید گیم DNS، همون اول میاره. بعد از اینکه نصب کردید برنامه رو باز میکنید، رفتید که داخل برنامه اینجا یه سرعت مانند هست، اونجا رو اگه بزنید پینگ سرورها و مودهایی که داره رو براتون نمایش میذاره. یکیشون مد نظرتون کلیک میکنید تا وصل بشید. مثلا من برای تست میخوام گیم موبایل لیجندز رو برم، سرور پیشنهادی من در سرور اروپا. میبینید که همینجور راحت براتون بالا میاره. این گیم تحریف هست داخل ایران بدون دردسر میاد، چه برای پابجی یا هر بازی که خواستید بشه اجراش بکنید. و DNS یا فیلترشکن دوم هست لگسلایر، خیلی بهتر از اون گیم DNS پیشنهاد خودمه. این برنامه خیلی خوبه، از وقتی دانلود کردم تا الان کار میکنه بدون مشکل و پینگ خیلی خوبی میده. میرید داخل گوگل اینو سرچ میکنه، سایتشو میاره. شما برای دانلودش همینجا توی سایت خودش دو تا نسخه داره، یکی برای ویندوز یکی برای موبایل. شما برای دیوایس یا دسکتاپ خودتون میتونید دانلودش بکنید، هم ویندوز هم موبایل هر دوش عالی کار میکنه. ولی قبل از باز کردن خود DNS یا VPN گیمینگ شما باید اینجا اکانت برای خودتون بسازید. اونجا ورود یا ثبت نام با شماره تلفنتون وارد میکنید، بعدش براتون کد میفرسته. شما کدی که وارد کردید اکانت داشته باشید، اکانتتون رو نشون میده میاره براتون. اگر که نداشته باشید اینجا براتون میگه که یک جیمیل برای من وارد کنید و یک رمز. شما جیمیل رمزتون رو که زدید اکانت شما درست میشه. شما بعد از اون داخل لگسلایر که میرید شما جیمیل و رمزتون رو وارد میکنید و راحت وارد اکانتتون میشید. بعدش روی بازی مد نظرتون کلیک میکنید و سرور خواهید رو بذارید. مثلا من برای موبایل لیجندز سرور میدل استو خیلی پیشنهاد میکنم چون پینگ خیلی بهتره بهتون میده. همینجوری که میبینید خیلی راحت واردش میشید. پینگ تستیش هم براتون به نمایش میذارم داخل ویدیو. با پینگ 50-60 ثابت میکنید بازی. و اینجا هم میتونید ببینید در لگسلایر که چه برنامه ساپورت میکنه. وارزون بگیر، بلوسکرایب بگیر، ای فوتبال بگیر، دلتا فورس و کلی بازی دیگه. و برای ویندوز هم همینطور. این برنامه خیلی راحته. اکانت که همینجور برای ساختید و دانلودش کردید و نصب کردید همونجوری هم لاگین میکنید و اونجا هم صفحش همینه. میتونید رو بازیتون بزنید و روی سرور کانکت بشید و داخل بازی برید. امیدوارم از این ویدیو به درد شما خورده باشه. حمایت هم بکنید، سابسکرایب بکنید تا ویدیو دیگه. بدرود.